سلام دوستای گلم، امیدوارم حالتون عالی باشه. من باران هستم. میخوام کتاب هنر خوب زندگی کردن راهکار 5 رو براتون بخونم. اثر معکوس. چرا چیزهایی که قراره برای ما زمان بخره دقیقا معکوس میشه و برعکسش معمولا وقتمون رو تلف میکنه؟ اتومبیل بدون تردید در قیاس با پیاده روی یا کالسکه سواری به لحاظ کارایی یک گام بلند رو به جلو محسوب میشه. به جای سلانه پیاده رفتن با سرعت 6.5 کیلومتر در ساعت یا بالا رفتن از تپه و پایین اومدن از دره با سرعت 16 کیلومتر در ساعت، امروزه میتونید به راحتی و بدون هیچ زحمتی با سرعت 160 کیلومتر در ساعت در اتوبان‌های کشور آلمان حرکت کنید. حتی با در نظر گرفتن چراغ‌های قرمز که سر راه ظاهر میشن، فکر میکنید میانگین سرعت اتومبیلتون چقدره؟ قبل از اینکه ادامه متن رو بخونید، تخمینتون رو در حاشیه این صفحه بنویسید. محاسبهتون رو چگونه انجام دادید؟ از قرار معلوم اومدین و کل کیلومترهای سالانی رانندگیتون رو بر تعداد ساعات راندن در جاده ها تقسیم کردید. این عددیه که از قضا میتونید روی کامپیوتری که داخل ماشینتون نصب شده هم ببینیدش. ماشین روور دیسکاوری من سرعت 48 کیلومتر رو محاسبه میکنه. اما این محاسبات اشتباهه. باید چند عامل دیگه رو هم در نظر بگیرید. الف، تعداد ساعتی که باید کار کنید و تا این ماشین رو بتونید بخرید. ب، تعداد ساعتی که باید کار کنید تا پول بیمه، نگهداری، بنزین و قبض جریمه پارک ممنوع رو پرداخت کنید. و جیم، زمانی که برای رفتن به سر کار و انجام موارد الف رو صرف میکنید که این شامل گیر کردن در ترافیک هم میشه. ایوان ایلیچ کشیش کاتولیک چنین محاسبه ای رو برای تمام خودروها در آمریکا انجام داد. نتیجه: یک اتومبیل آمریکایی میانگین سرعتی معادل 6 کیلومتر در ساعت دارد. به عبارت دیگه همون سرعت پیاده روی. این محاسبات در دهه 70 انجام شد، همون زمانی که جمعیت آمریکا 40% کمتر ولی تعداد اتوبان‌هایش همین مقدار بود. امروزه میانگین سرعت از 6 کیلومتر در ساعت هم کمتره. ایلیچ این را اثر معکوس نامید. عبارت اثر معکوس به این حقیقت اشاره داره که شاید بسیاری از تکنولوژی ها در نگاه اول زمان و پول زیادی رو برای ما پس‌انداز کنند، ولی اگه تمام هزینه ها رو بررسی کنید، این پس‌اندازات دود شده و به هوا میره. مهم نیست ترجیح میدید چگونه سفر کنید. اثر معکوس یک تله تصمیم گیری است و بهتره از اون فاصله بگیرید. برای مثال، ایمیل رو در نظر بگیرید. اگه به طور مجزا به اون نگاه کنید، فوق‌العاده است. میتونید ظرف چند ثانیه اونو تایپ و ارسال کنید، اونم مجانی. اما این ظاهر قضیه است و میبینید که گول زننده هم هست. هر نشانی ایمیلی اسپم های زیادی رو جذب میکنن که باید مسدود بشن. بدتر اینه که بسیاری از پیغام هایی که در صندوق پیام های شما وجود داره بی ربطه، ولی باید اونها رو مطالعه کنید تا تصمیم بگیرید آیا نیازی هست در ارتباط با آنها شخصاً اقدامی انجام بدید یا نه. این شدیداً زمان بره. اگه بخوایم دقیق تر بشیم،
شما باید هزینه کامپیوتر و گوشی هوشمندتون رو هم لحاظ کنید. به علاوه زمانی که برای بروز کردن نرم افزارتون صرف نظر میکنید. یک تخمین تقریبی هزینه هر ایمیل رو $1 برآورد میکنه. یعنی چیزی معادل هزینه نامه‌های کاغذی قدیم. به عنوان مثال، عرضه و ارائه مطالب در قالب پرزنتیشن رو در نظر بگیرید. سخنرانی برای مدیران یا مشتریان در گذشته شامل یک سری مباحث پیوسته میشد. دست‌نوشته ها کفایت میکرد. شاید هم با چند خطی که پروژکتور سقفی مینداخت آن جلسه حال و هوای دیگه پیدا میکرد. در 1990 نرم افزار پاورپوینت بر بازار عرضه شد. به یک بار میلیون ها مدیر و معاونانشون میلیون ها ساعت از وقت خود رو با اضافه کردن رنگ های جلف، فونت های عجیب و جلوه های کارتونی مضحک به سخنرانی هایشون تلف کردن. سود خالص 0. به یک باره همه پاورپوینت روی آوردن و پاورپوینت خیلی زود اثرش رو از دست داد. نمونه برجسته از اثر مسابقه تسلیحاتی فصل 46 رو نگاه کنید. هزینه پنهان اثر معکوس وارد میدان می شود. آن هم در قالب میلیون ها ساعت که برای یادگیری نرم افزار نصب مداوم نسخه های به روز رسانی شده و در نهایت طراحی زیباسازی اسلاید ها تلف میشه. عموماً پاورپوینت ها را نرم افزار بهره وری میدونن، اما صحیح اونه که نرم افزار اثر معکوس نامیده شود. تأثیر منفی اثر معکوس ممکنه ما رو غافلگیر کنه، اما برای زیست شناس ها عجیب نیست. میلیون ها ساله که آثار اون در طبیعت هم مشهود بوده. طاووس نر در یک نوع مسابقه تسلیحاتی زیباشناسانه با رقیبش با پرهایی از همیشه بلندتر و آراسته تر به محض برخورد با روباه با اثر معکوس مواجه می شود. هرچه پرهایش بلندتر و با شکوه تر باشند، شانس برای رسیدن به طاووس‌های ماده بیشتر است. ولی شکارچیان راحت تر پیدایش می کنند. طی میلیون ها سال بین جذابیت های جنسی و عدم جلب توجه تعادلی برقرار شده که بقا را تضمین می کند. هر سانتیمتر پر اضافه تر اثر معکوس دارد. اتفاقاً این موضوع درباره شاخ گوزن و مهارت‌های آوازی مرغ‌های آوازخوان هم صدق می‌کند. بنابراین مراقب اثر معکوس باشید. فقط با دقت بیشتر است که متوجه آن می‌شوید. عادت کردم که فقط از یک لپتاپ استفاده کنم. در منزل اینترنت ندارم. تعداد اپلیکیشن های گوشی هوشمندم رو به حداقل ممکن رساندم و به ندرت پیش می آید که ابزارهای الکترونیکی قدیمی تر را که هنوز از کار نیفتادن جایگزین کنم. از تمام تکنولوژی ها فراریم. نه تلویزیون، نه رادیو، نه کنسول های بازی، نه ساعت هوشمند و نه آلکسا. از نظر من خانه های هوشمند شبیه سناریوهای فیلم های ترسناکه. ترجیح میدم با دستان خودم چراغ‌ها رو خاموش و روشن کنم تا اینکه از اپلیکیشنی استفاده کنم که مجبور باشم اونو نصب کنم، به اینترنت وصل شم و مدام اونو به روز رسانی کنم. ضمن اینکه کلیدهای برق از کار افتاده و چراغ‌ها هک نمیشن. این اثر معکوس دیگر که میتوان از آن اجتناب کرد. آن زمانی را که دوربین‌های دیجیتال وارد بازار شده بودن یادتون میاد؟ راحت شدیم. حداقل اون موقع چنین حسی داشتیم.
دیگه نیازی به نیگاتیوهای گران قیمت نبود. نیازی نبود ثبت کنیم تا ظاهر بشه و دیگه خبری از عکسای بی‌کیفیت نبود. حالا دیگه میتونید به راحتی 10 عکس دیگر بگیرید. به نظر میرسید ساده سازی بزرگی شکل گرفته. اما اگر بازنگری کنیم معلوم میشه که نمونه بارز اثر معکوسه. امروزه با کوهی از عکس‌ها و ویدیوها مواجه میشید که 99% اونها زاید هستن. زمانی برای مرتب کردن اونها نداریم و مجبوریم همه اونها رو در درایوهای پشتیبان و حافظه‌های ابری ذخیره سازی کنیم. محیط هایی که توسط شرکت های بزرگ اینترنتی قابل مشاهده و استخراج هستند. مهمتر از آن زمانیه که باید صرف کار کردن روی تصاویری کنید، نرم افزار پیچیده‌ای که هر از چندگاهی نیاز به بروزرسانی داره و انتقال پرزحمت اطلاعات وقتی کامپیوتر جدیدی میخرید. نتیجه نهایی تکنولوژی که معمولاً پدیده‌ای نوید بخش قلمداد میشه اغلب اثر معکوس روی کیفیت زندگیتون داره. یک قانون اصلی زندگی خوب به این شرحه که اگه چیزی واقعاً به شما کمک نمیکنه بدون اون هم به مشکل نخواهید خورد. این نکته درباره تکنولوژی به طور مضاعف صدق میکنه. دفعه بعد به جای اینکه سراغ نزدیکترین گجت برید سعی کنید مغزتون رو به کار بندازید. خب دوستای گلم، امیدوارم از شنیدن این ویدیو لذت برده باشید. خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. تا یه ویدیو دیگه به امید دیدارتون.